دوستان من، از فرار بازیگران ایرانی به اسم مهاجرت تا حفظ آبرو و حتی خیانت در بازیگرانی که مهاجرت کردند چیزی شنیدید؟ شاید یکی از 1001 دلیل مهاجرتشون آرامشی باشه که از دستش دادن و تو کشور دیگه‌ای دنبالش میگردن. البته اگه به ثمر بشینه، نه مثل خانم بدشانس بازیگرمون، خانم روناک یونسی، که به دلایل نامعلوم که از خیانت هم حرفهایی وسط بود برای بار دوم هم مجبور به طلاق شد و روزگار شیرین مهاجرتش کنار همسر و فرزندانش به پایان رسید. هنوز معلوم نیست با واقعیت بتونه کنار بیاد و بمونه یا برگرده به کشور خودش و کار هنری خودش رو دوباره از سر بگیره. امیدواریم دوباره مثل قبل بدرخشه. بریم برای بررسی 3 گروهی که براتون در نظر گرفتم. گروه آخر سلبریتی ها رو حتما ببینید که خیلی حرکت جالبی برای گرفتن اقامت انجام میدن. گروه اول بازیگرانمون که نتونستن به طور کامل از ایران دل بکنن، میرن و میان، مثل شهاب حسینی و بهرام رادان که برای بازی در فیلم و سریال در حال رفت و آمد هستن و عده دیگه‌ای هم هستن اگه بخوانم نمیتونن برگردن. لطفاً ویدیو رو لایک کنید. بریم برای ادامه ماجرا. ریحان پارسا که مثل ستاره‌ای بود که با رفتارهای زشت و زننده‌ای که داشت یه شب خاموش شد و الان مثل یه شهروند عادی در غربت زندگی میکنه. سلبریتی بعدیمون مهناز افشار هم میشه گفت از ایران فرار کرد. او به دلیل توهین‌هایی که به یک روحانی کرده بود و به خاطر فعالیت‌های همسرش در تنگنا بود شایع شده بود به زودی ممنوع الخروج میشه که به آلمان مهاجرت کرد. شاید براتون جالب باشه کانادا از جمله کشورهاییه اگه در پرواز روی خاک و آب این کشور و یا در کشتی روی آبهای این کشور نوزاد به دنیا بیاد اقامت میده. حالا اگه این بازیگران روشون میشد میگفتن تو هواپیما فرزندمون به دنیا آمد، چون هر کدوم به دلایل نامعلوم این اقامت رو ناگهانی و یا دادن یک هدیه برای فرزندشون بیان کردن. رامبد جوان و همسرش به همه گفته بودن برای اکران فیلم به تورنتو میرن. راستشو بخواید رفتن، ولی یه توک پا هم رفتن دخترشون هم به دنیا آوردن. البته با هزینه‌های خیلی سنگین و باور نکردنی. و یا آقای سام درخشانی که گفته بودن خودم اقامت کانادا رو دارم و میخوام فرزندم هم این هدیه ارزشمند رو از من داشته باشه. و همینطور خانم فریبا نادری گفتن همسرشون اقامت کانادا رو دارن و میخوان حق تحصیل عالی در کشور کانادا رو هم به فرزندشون هدیه بدن. بازیگران زیادی هستند که اقامت کشورهای مختلف رو دارن و در حال رفت و آمدن. به نظر شما آیا بازیگرها و دیگر سلبریتی ها حق اینو دارن که یک زندگی آروم و بدون حاشیه در کشور دیگه‌ای به جز ایران رو داشته باشن؟ تو کامنت ها برام بنویسید.